رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داده است که در شهر دوشنبه باز 92 майдончаи نوی ورزشی ساخته شده 12 باغ و گلگشت‌ها از نوسازی کرده شود. این انشاءات‌ها با مبلغ‌های وزارت و اداره‌های دولتی بنیاد خواهد شد. در دفتر مطبوعات شهرداری دوشنبه روز 20 نوامبر به رادیو آزادی خبر دادند که فرمایش رئیس جمهور در این باره 10 نوامبر صادر شده است. به قول منبع طبق فرمایش با مبلغ وزارت و اداره‌ها و شخصان منصبدار در شهر دوشنبه باز 92 майдончаи نوی ورزشی برای کودکان بنیاد شده 12 باغ و گلگشت‌ها از جمله باغ کولی جوانان بازسازی خواهد شد. منبع افزود ساختمان майдончаҳои ورزشی و ترمیم باغ و گلگشت‌ها باید تا ماه سپتامبر سال آینده پورا انجام شود. با تعیین شدن رستم امامعلی به سمت رئیس شهر دوشنبه، حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار وزارت و اداره‌ها را موظف نمود که در شهر دوشنبه майдончаҳои ورزشی بنیاد کنند. حتی اداره و وزارتخانه‌هایی که کارشان به ساختمان و معماری هیچ علاقه‌مندی ندارد، در شهر دوشنبه میدان ورزشی، راه و یا майдончаи کودکانه را بنیاد کردند. در سال روان در دوشنبه بیش از 70 майдончаи ورزشی ساخته شده است.